دادرای عزیز و برادرای خیلی مهربان، برای همه شما من میگم یکی از مبتلا شدن امروز در همین زنا و نادختر شدن دخترای ما و شما همین لباسای نادرسته که میپوشند. یک بار نگاه کنید. آخه نخواد دختری مسلمان، دختری تاجیک برادر عزیز، آخه یک یوبکه دارد تا همین کلچه زانوش هم نیست، از همین بالاتر و قسم پایان تماما لوچ هیچی نداره. همین دختری مسلمانی ما، دختری تاجیکی ما، همین خواهرای ما همون بروکای جینسی که در تنشان دارن، کرتکای تنگی که در تنشان دارن، تمام اعضای اونا در بیرونن. ای پدر دلسوز، ای مادر دلسوز، ای برادر دلسوز، آخه وای وقتی که اینها را پوشید، وقتی راسته که آینه در خود شدید، وقتی در کوچه بناز قدم زد، آیا او بعد صحت و سلامت میماند؟ آیا یک دو وقتی او در گپ میپرتایم پر باز گرگه هایی که البته پول دارن، مال دارن، زیباگی دارن، فریب دارن، اونا را سلامت میماند؟ در اینا بسیار با اهمیت باشیم. مکتب ما و شما طلب ایران ندارد دختری ما و شما با یک یوبکه و تمام بدن لوچ بیاید. در همون مکتبای ما و شما هم همون معلمان الحمدلله مسلمانند، همونا هم دختر دارن. آخه در همون صنف وقتی دختری ما و شما میشیند، بچه هم بیچاره خیالش طرف هموای، معلم هم نگاهش به سوی هموای. یک بار از خانه برآمدن نگاه کنیم برادرای عزیز. من به نام خدا، به خاطر خدا و به خاطر دلسوزی خدا میگویم که همین چیزها را اهمیت این، تا که پگاه بعد ما و شما یک خبری شوم، یک خبری ناراحت کننده را وقتی که در حالت قدگی ما میشنویم، بعد یا فشار خون میشیم یا فلج میشیم یا دیگر در معرکه های دوست و رفیق ما رفته اشتراک کردن نمیتونیم، گویم رد معرکه میشیم.